ژورنالیست تاجیک رجب میرزا که در رهبری یک گروه فعالان برای جمع‌آوری مبلغ کمک برای قربانیان و آسیب دیدگان مناقشه اخیر در مرز با قرقیزستان تشبث نشان داده بود، شام 7 مای از ادامه جمع‌آوری مبلغ دست کشید و از آنهایی که الکه پول گذرانیدند خواست تا پول خود را پس بگیرند. رجب میرزا در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت که از وزارت کارهای داخله به او اشاره کردند که سفارش چنین است و باید همه پولهای جمع شده را به صورت حسابی که حکومت برای کمک به ضرر دیدگان گشوده است گذراند. وزارت کارهای داخله تاجیکستان روز 6 مای از گشوده شدن صورت حساب مخصوص توسط وزارت مالیه خبر داد و مردم را هشدار داد که به دام قلابان نافتند و مبلغ کمک خود را به این حساب رسمی گذرانند. رجب میرزا با تأسف نوشت که فکر میکنم که منظور مقامات تشبث آنها بود. به حساب او طی همگی 2 روز آنها در تاجیکستان، روسیه و امریکا و گوشه های دیگر حدوداً بیش از $15,000 جمع آورده بودند که باید اکنون در صورت رضایت مردم خیر کرده به صورت حساب وزارت مالیه گذرانند و اگر صاحب پول راضی نباشد باید پولشان را پس بدهند.